به کانال مسیر انتخاب خوش اومدین. امروز میخوایم یه راهنمای خیلی ساده و سر راست برای یکی از تصمیمای واقعا سخت ارائه بدیم. اینکه چطوری از بین این همه لپتاپ جور و جور بهترین گزینه رو برای خودمون پیدا کنیم. اگه تا حالا موقع خرید لپتاپ از دیدن این همه مشخصات فنی و گزینه‌های مختلف گیج شدین، باید بهتون بگم که خیالتون راحت، تنها نیستین. این جمله دقیقاً حال و روز خیلی از ماها موقع خریده. اما خبر خوب اینه که یه چارچوب خیلی ساده وجود داره که کمک میکنه از این سردرگمی خلاص بشین و لپتاپی رو پیدا کنین که انگار دقیقاً برای شما ساخته شده. خب پس بزن بریم سراغ این نقشه راه 3 مرحله‌ای که کمکتون میکنه با خیال راحت و خیلی مطمئن تصمیم نهایی رو بگیرین. ببینین، اگه این 3 مرحله رو به ترتیب جلو برین، گزینه‌هاتون خیلی منطقی محدود میشن و از اون مهمتر، پولتون رو برای امکاناتی که اصلاً بهشون احتیاج ندارین هدر نمیدین. خیلی خب، حالا بریم سراغ قسمت یکم فنی‌تر ماجرا. اولین و شاید بزرگترین تصمیمی که باید بگیرین انتخاب پلتفرم یا همون سیستم عامله. بیایم ببینیم چه گزینه‌هایی روی میز. همونطور که می‌بینین ویندوز با یه اختلاف خیلی بزرگ پادشاه بازاره. این یعنی چی؟ یعنی تقریباً هر نرم افزار یا وسیله جانبی که فکرش رو بکنین باهاش سازگاره و این یه مزیت فوق‌العاده است. اینجا یه نکته فوق‌العاده مهم وجود داره. چیزی به اسم بهترین لپتاپ وجود خارجی نداره. بهترین لپتاپ برای شما وجود داره. چیزی که یه دانشجو لازم داره، مثل باتری قوی و وزن کم، زمین تا آسمون فرق داره با چیزی که یه گیمر دنبالشه، یعنی کارت گرافیک خفن و سیستم خنک کننده. برای کارهای روزمره، مثلا وبگردی با کلی تب باز، کار با برنامه‌های آفیس یا حتی بازی‌های سبک، یه پردازنده میان رده مثل کره 5 یا رایزن 5 بهترین تعادل رو بین قیمت و کارایی بهتون میده و کارتون رو کامل راه میندازه. میرسیم به رم. ببینین 8 گیگابایت دیگه واقعا حداقل ماجراست. اما راستش امروز دیگه 16 گیگابایت عملاً شده استاندارد جدید بازار تا همه چی روون و بدون کندی اجرا بشه. با این مقدار رم میتونین کلی برنامه رو با هم باز نگه دارین. البته کاربرای حرفه‌ای که دیگه سراغ 32 گیگا بالاتر میرن. و حالا حافظه ذخیره‌سازی. اینجا یه قانون طلایی داریم. حتما لپتاپی بخرین که حافظه SSD داشته باشه. این قطعه بیشتر از هر چیز دیگه‌ای روی سرعت و حس روون بودن لپتاپتون تأثیر میذاره. SSD دیگه آپشن نیست، یه ضرورته. خب حالا که میدونیم باید SSD داشته باشیم، چقدر فضا لازم داریم؟ 512 گیگابایت برای شروع خوبه، ولی این روزا 1 ترابایت حافظه خیالتون رو راحت میکنه که برای همه برنامه‌ها، فایل‌ها و عکس‌هاتون جای کافی دارین و به این زودی‌ها نگران پر شدنش نیستین. بسیار خوب، با دونستن همه اینا شما دیگه آماده این که یه انتخاب عالی و هوشمندانه داشته باشین. پس یادتون باشه این چارچوب ساده کمک میکنه همیشه روی چیزهایی تمرکز کنین که واقعاً برای شما مهمه. اگه دوست دارین وارد جزئیات بیشتری بشین، مدل‌های پیشنهادی ما رو ببینین و اطلاعات کاملتری به دست بیارین، حتماً به مقاله جامع ما توی وبسایت مسیر انتخاب سر بزنین. و حالا نوبت شماست. بهمون بگین مهمترین ویژگی برای لپتاپ بعدی شما چیه؟ نظرتون رو حتما توی بخش دیدگاه‌ها برامون بنویسین. ممنون که توی این راهنما با ما همراه بودین.